آمین. الهی حاجت ما را روا کن، محمد را شفاعت خواه ما کن. کنون بردیم بس شاید دستی حاجت، الهی کار بابا مدعا کن. زبر لقمه خارم مگردان، هوای نفس را از ما ریا کن. بدی یارب ما همه را دیدار آمین، جمالی احمد مختار آمین. تو داری در شریعت مستقیمم، شوی اندر طریقت یار آمین. ز اسرار حقیقت آگهم کن، مرا بی معرفت مگذار آمین. رسانی ما همه را در مدینه، که بینیم روضه دلدار آمین. ببینم روضه سردار کونین، کنم جان را فدای یار آمین. به آی بیوه و عشق یتیمان، به آب و ناله اردم شهیدان. به آن قلبی که بریان تو باشد، به آن چشمی که گریان تو باشد. وای به آن بی پناهیم که در بی کسیم، بنالد که یک دم به دادش رسیم. به صدق جوانان پرهیزگار، که گریان ز بیمی تو در شام تار. عطا کن ما همه را دولتی بندگی، که فردا نگیریم ز شرمندگی. یا رب تو چنان کن که پریشان نشویم، محتاج به بیگانه و خویشان نشویم. از درگاه پاک خود ما همه را روزیدیم، تا از در تو بر در ایشان نشویم. الهی بندت را همت آموز، لبش را از نیاز غیر بردوز. اگر محتاج خلقش می نماییم، به خاکش افگن و در آتشش سوز. لک لک صلوات به بدر افلاک، شمسی مدینه شای شرفناک. پروردگارا آنچه حمد و نعت قرائت کردیم اگر ثوابتی حاصل میشه به بارگاه بینیازی خودت، بعداً برای پرفتوی مطهر حضرت محمد مصطفی، اصحابای مبارک، چاریار مبارک، تمامی دوستایی که از اهل مجلس و اهل دوستای ما کمیل از ما را میبینن وفات کردن، به روحانتشون بخشیدیم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.